روز 22 نوامبر در عرفه روز پرچم فوزل رجبوف یک ساکن جوان دیهه خرنگان نویه ورزوب پرچم دولتی تاجیکستان را در یکی از کوههای خرنگان بولو چسبانیده است. این پرچم اینک چند روز باز بر فراز آن کوه بلند پرافشانی دارد و ساکنان خرنگان بعد این عمل فوزل رجبوف آن کوه را کوه بیرق نام گذاشتند. یک ساکن خرنگان به سامانه بامداد گفت آن کوه را قبلا کوه گذر کلها مینامیدند، چون که در بالای محله جایگیر شده است که موی سر بسیاری از مردانش به علت نامعلوم زود میریزد. فوزل رجبوف مثل اکثر همدیهگانش مهاجر کاری است. ساکنان خرنگان اکثرا در شهر سنت پترزبورگ در شرکت پتروویچ که یک شبکه مغازه‌های فروش مسائل ساختمانی را میچرخاند کار میکنند. فوزل رجبوف هم هر سال برای مردکاری به پترزبورگ و شرکت پتروویچ میرفت و از حساب پول مردکاری جمع آوردهش اخیراً چند سر گوسفند خریده چارواداری هم میکند و به این دلیل زود از پترزبورگ به وطن میرود. روز 22 نوامبر نیز فوزل وقت مالبانیش بیرق را بر فراز آن کوه بلند نصب کرده است. 24 نوامبر روز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان است. بعد اعلان استقلال تاجیکستان در سنه 9 سپتامبر سال 1991 در کشور برای تهیه پرچم و نشان دولتی آزمون اعلان شده بود. کمیسیون دولتی در نهایت از بین بیش از 200 طرح پرچم و نشان به حیث پرچم دولتی طرح با 3 خط رنگه سرخ، سفید و سبز و تاج و 7 ستاره لوحیه تهیه نموده گروه رسامان با رهبری رسام خلقی تاجیکستان ظهور حبیباللهیف را پذیرفت. 24 نوامبر سال 1992 در مجلس 16 شورای عالی تاجیکستان این پرچم همچون پرچم دولتی تاجیکستان پذیرفته شد.